ناحیه عینی ناحیه عینی در تمدن تاجیکان با کوهسار بلند و فرهنگ خاص خود معلوم و مشهور است. در زمان صاحب استقلالی کشور محبوبمان و اقدام‌های حکومت جمهوری تاجیکستان و دستگیری‌های بی‌واسطه پیشوای ملت، این ناحیه آباد و آبادتر گشته ایستاده است. این ناحیه همچون ناحیه صنعتی اگراری در زمان استقلالیت دانسته شده است. ناگفته نماند که صنعت کوهی در این دیار ترقی کرده است. بودجه ناحیه عینی در سال 2016 به 40,192,000 سامانی آمده رسید. اگر ما به قفا نظر کنیم، در سال 2006 بودجه این ناحیه 2,270,000 سامانی بود. قسم زیادی مبلغ‌های بودجه ناحیه از حساب کان انگشت این ناحیه می باشد. باید ذکر نماییم که شاهراه دوشنبه خوجند از ناحیه عینی می گذرد. این راه آباد در زمان صاحب استقلالی کشورمان شده است. مردم این دیار می گویند که تا ساختن نقب‌ها ما در مسیر این راه عذاب سختی می کشیدیم. سال 2006 نقب استقلال کشاده شد که این حرکت آنها را به قسمت مرکز یعنی به پایتخت آسان نمود. سال 2012 باشد نقب شهرستان کشاده شد. این نقب حرکت مردم عینی را به قسمت خوجند یعنی به مرکز ولایت هم آسان نمود. اگر درباره معارفش گوییم، ساحه معارف در این ناحیه پس از صاحب استقلالی کشور محبوبمان رشد نمود. مؤسسه های زیاد ساخته شدند و ساخته شده ایستادند. در زمان صاحب استقلالی بیمارخانه های زیاد و بنگاه های طبی ساخته و به استفاده داده شدند. در همین دوره مقبره شاعری شناخته تاجیک نقیب خان طغرل احراری هم ساخته شد. یادگاری های تاریخی شیخ ابوالقاسم گرگانی، شمس تبریزی و ورزمنار تعمیر و از نوسازی گردیدند. قصر فرهنگی ناحیه و آثارخانه آن هم در زمان صاحب استقلالی ساخته شدند. ساحه صاحبکاری هم در این ناحیه کوهی تاجیکستان رشد یافته می باشد. ناحیه عینی موضع‌های تاریخی و سیاحی و چشمه‌های شفابخش هم دارد. ساناتوریا و آسایشگاه‌ها نیز در این ناحیه زیادند. می توانیم گوییم که آینده این ناحیه نهایت روشن است.